وزارت امور داخلی تاجیکستان در 72 مرکز دلخوشی و بازی‌های بوکمیکری دوشنبه را برای راه دادن نابالغان بسته است. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت روز 6 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا صاحبان مرکزها هشدار گرفته بودند ولی تقاضای نهادهای انتظامی را نادیده گرفتند. حالت روانی کودکان که بسیار در آنجا قتل بسیار و دیگر اخلاق با ما بیگانه تحویل میشد بهتر نمود شده است. نظر است. در رفت عملیاتی که ما گذراندیم توزکنی همه چیزا هم بسیار بسته شدن همین مرکز یعنی برجه کودکانه ارور امور هم خیلی و بعد همچنان کم شده گرد. زنی گروهی و بعد گروه بازی و همچنان بانی کودکان جوانان رسانده. مالکان مرکزها میگویند از یک طرف کم شدن مشتری از طرف دیگر ایجاد محدودیت آنها را وادار کرده است سمت فعالیتشان را تغییر بدهند. مرکزهای بازی کامپیوتری و بوک میکری را به فروشگاه مواد غذایی تبدیل دهند. عمر جان امامعلی افزود دوام 3 ماه اخیر حضور 3,500 نابالغ در مرکزهای دلخوشی و بازی‌های بوک میکری در دوشنبه آشکار شد. والدان نابالغان بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر جریمه شدند، در این مرکزها را نیز بستند. مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و بوک میکری را یک عامل مناقشه میان جوانان مینامند. اکثر صاحبان مرکزهای کامپیوتری و مرکزهای بازی‌های بوک میکری که اجازه‌نامه‌شان گرفته شده است تلاش دیگر کردن سمت فعالیت را دارند. اشور جان ظاهرов صاحب یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در دوشنبه که فعالیتش را قطع کردند به رادیو آزادی گفت برای راه ندادن نابالغان آگاهی گرفت ولی روزی که مرکز زیر نظارت یک زیردستش قرار داشت آنجا نابالغان راه یافتند و این باعث به قطع فعالیتش شد. حالا صاحبکار میگوید برای از دست ندادن اجازه‌نامه فعالیت همچون مرکز کامپیوتری تلاش دارد کارگاهش را به مغازه فروش محصولات غذایی تبدیل بدهد. سفرگل صاحبکار دیگری تاجیک که مالک سلسله مرکزهای بوکمیکری در خیابان مرکزی پایتخت است روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت در مرکزهای زیر نظرش تلاش دارند قانون را رعایت کنند و هیچ نابالغی را راه ندهند، اما به گفته سفرگل مشتریان چنین مرکزها با نظر داشت محدودیت ها و بالا رفتن نرخ استفاده بری کمتر شده است.